ساقی به نوری باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیال عکسی رخی یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذتی شربی مدام ما. چندان بود کرشم او نازی سی قدم یارم، ثبت است بر جریده ای عالم دوام ماست، همدم یارم جانم. ای بادگر به گلشنی احباب بیگذری یارم، زینهار ارزدی بری جانان پیام ما یارم. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق یارم، کاید به جلوه سروی ثنا بر خرام ما، همدم یارم جانم. حافظ دیدادانه اشکی همی فشان یارم اسیرت منا یارم، باشد که مرغی وصل کند قصد دام ما، همدم یارم جانم. اسیر بنامتم سلام و سپاس. سلامت باشه. دوستان، آنجایی که موسیقی است، آنجایی که آهنگ است، آنجایی که سخن است، زندگی است. زندگی محبت شار، زندگی محبت بار، محبت دار.
با امید آن که همین گونه لحظه محبت دار و محبت شار را نصیب شما گردانیم، برنامه خاطره ها را منظورتان میسازیم. درود میگوییم و امروز برنامه ما تفاوت دارد. ما تصمیم گرفتیم با هنرمند انسامبل شش مقام فیلارمونی دولتی، اینچنین معلم کلان کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخواجه ستارов ظاهرشاه حیدرov یک چند اثرهای به زوال شش مقام اصفره را پیشنهاد شما گردانیم. ظاهرشاه شما را و همچنین مطرب این شامه ما بختاور شریفov را خوش آمدید میگوییم به برنامه خاطره ها. ما علاقه چندی مراتب در این برنامه هنرنمایی کرده ساده ایم. در حقیقت این برنامه وقتی که تماشا میکنید یاد از استادان و یاد از فرهنگ و ملت تاجیک میکند و هر باری که این برنامه را ما تماشا میکنم به خود یک چیز می آموزم و هر هنرمندی که در اینجا برآمد میکند با طریق زنده و از همون استعداد و ملکه آن من باخبر می شوم. با برابر این از همون تاریخ صنعتی استادان و امروز تاریخ سرودهایی که ایجاد شدند از این چیز باخبر می شوم. برای ما یک درسی بسیار خوب هم هست. آن هنرمندی که سرود ایجاد نموده است و آن استادانی که امروز در جاده صنعت برای ملت تاجیک چه خدمت‌هایی کردند در همین برنامه افشا می شود. از هر یک هنرمندی که در اینجا برآمد میکنند برای خود یک چیزی آموخته باشند. استادان به ما تاکید میکردند که یعنی باید دوست باشد. از هر هنرمندی که در همون صحنه برآمد میکند باید به خود یک چیزی آموزد، یک چیزی دوست زد. و همه هنرمندان که هنرنمایی میکنند به خود یک نالش خود و یک شاید سخنرانی خوب و همین نازکی ها را باید آموزد. امروز سر میزنیم یکم به موسیقی سنتی شش مقام، خصوصا شش مقام اصفره. بله. سر اول میخواستم گفتن که ما از تاریخ علاقه میدانیم بسیار نقص که ماندگاری مقام اصفره از آنجاست که در اینجا از قدیم در همه دور و زمان مکتب استاد و شاگرد پابرجا بود. و مردمی همین منطقه نسبت به شش مقام یک مهر خاصه دارند و با در نظر داشت ویژگی و پیچیدگی های سبک خاصه اصفره درباره تفاوتش چی گفتن ممکن در آغاز؟ مکتب مقام خانه اصفره به خود یک سبک خاص دارد و از دیگر منطقه هایی که در ولایت سوخت هستند کلا فرق میکند. بسیار استادانی که در این جاده در همین سرزمین به دنیا آمدم از زیباپری حافظ، عمر حافظ، قاری ناصر و ابراهیم جان نورمتوف و میرزا قربان سالیف که یکی از مطربان غیجک نواز هستند که علاقه مکتب خاصی خود را دارند. چون استادانی که امروز گفتم برای مکتب مقام اصفره بسیار زحمت‌های زیاد کشیدند. برای تربیت نمودن شاگردان بسیار سهم باسزا گذاشتند. علاقه ما در همین زیباپری نام گرفتیم، یعنی اصلی نام این کس خدای بیردی بود که در همون خانگری قوقند علاقه معروفیت پیدا کردند. در همین شش مقام دو اوج هست که این هم یعنی اوج ترک و اوج زیباپری میگویند. بینید که علاقه برای شش مقام تاجیک یک اوج زیبایی مانده رفتند. اوج بلند. بله و بسیار معروفیت پیدا کردند. و شاگرد آن کس عمر حافظ که یک چند مقام ها یعنی دوگاهی عمر حافظ هم هست و یک چند سرودهای ایجاد نمودند که امروز ما این سرودها را زمزمه میکنیم. استاد میرزا قربان سالیف یک اثرهای ایجاد نمودند که امروز در تمام منطقه تاجیکستان اون کس را با نواختن یاد میکند. همون اثرهایی که نواختند با یک سبک و اسلوب خود نواختند. باید ما جوانان از این استادان عبرت گیریم. آن اثرهایی که ایجاد نمودند امروز من کوشش نموده ایستادم که آموخته به نسل نورس علاقه آموزانده ایستادم. در بخارا مثال شش مقام ایجاد کنی اثرهای ایجاد نمودند استادان یعنی باسفت، مغولچه، قشقرچه، ساقینامه، اوفر. یعنی در وادی یعنی فرغانه با ایجاد نمودن یعنی اثرهایی که با شمارش مثلا دوگاهی یک، دوگاهی دو، دوگاهی سه. این دوگاهی که سر اول من سراییدم این دوگاهی یک در اصفره حساب می شود. با همین سخن با غزل حافظ سراییده می شود. یعنی در دیگر جاها دوگاهی حسینی هم میگویند مخمسی ملهم بر غزل رافع که سراییده می شود. یعنی گفتی به ما که آن گلی. یعنی در اصفره یعنی ما دوگاهی یک
گفته میخوانیم یعنی ساقی بنوری باده، یعنی با شماریش است. دو گاهی یک، دو گاهی دو، دو گاهی سه، دو گاهی چهار، دو گاهی پنج. بعد ایجاد نمودن گیریه یک، گیریه دو، گیریه سه، یعنی با طرز قلندری یک، قلندری دو، قلندری سه. در دیگر شهر و ناحیه که امروز در خوجند، در استرخشان، در کانی بادام با این سلسله یعنی سراییده نمی شود. مخصوص در اسفره استادانی که در همین شش مقام فعالیت کردند کوشش کردند که ایجاد نمودند این اثرهایی که بسیار بزرگ است و در پرده های شش مقام ساخته شده است. در همون مقام دوگاه میگوییم الکی در همون پرده ساخته شده است. بیات یک، بیات دو، بیات سه، یعنی همین سلسله سرای مخصوص در اسفره ساخته شده است. فکر میکنم که استادان ما در حقیقت بزرگ بودند و علم شش مقام رو خوب آموخته بودند. بله. و امروز ها استادانی که دوام دهنده مکتب شش مقامی اسفره، حافظ خلقی تاجیکستان استاد عبدالرحیم شیرمتوف، هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان عثمان جان یوسوپوف و هنرمند مردمی تاجیکستان اسرائیل خان فیضیدین و خود استاد من که بسیار مطربی ممتاز هستند استاد لطف الله خان فیضیوف و همه آن استادانی که امروز در اسفره فعالیت کرده ایستادند آنها بودند که ما جوانان را تربیت نمودند و فکر میکنم که همون مکتب مقامی اسفره را دوام داده ایستادیم. بله. بابای من هم که صنعتکار بودند با هنرمندانی که آواز خوب داشتند دوست بودند. پیشتر کاخهای فرهنگ نبودند. در چایخانه ها شبهای ایجادی می شدند و هنرمندان از ازبکستان از تمام منطقه جمع می شدند، هنرنمایی می نمودند، باز لطیفه خوانی می کردند، بین یکدیگر یعنی مسابقه می کردند. استادانی که امروز برای صنعت خدمت کرده ایستادند در همون چایخانه ها تربیت یافتند و امروز تاجیکستان عزیز ما صاحب استقلال شد که امروز کنسرواتوری ملی، دانشگاه فرهنگ و صنعت، امروز کالج ها، مکتب های موسیقی، کالج ها امروز فعالیت کرده ایستاده است. الکی ما همین موسیقی ملی خود رو الکی در دانشگاه عالی آموخته ایستادیم، باز هم مکملتر با علمش. امروز با برابری که ما موسیقی ملی میخوانیم الکی از موسیقی اروپایی هم باخبر شده ایستادیم. امروز هر یک هنرمندی که در کنسرواتوری جوانی که می آموزد باید از سالفیجو، از نظری موسیقی، از عروض، از ادبیات، از فورتپیانو باید از موسیقی اروپایی هم باخبر باشد، پوره باید باشد. هنرمندی که کلا پوره باشد باید موسیقی را باید فرق کرده تواند. بله درست است و محض مهنت و مشقت و سبک خاصه و استعداد ناتکرار همین گونه استادان بود که توانستند نام خود را ماندگار کنند و تا به حال ما یک چند اثرهای ژانر شش مقام را با نام ایشان نام میبریم. این باعث افتخار است و امیدواریم که همون نفرانی که امروز تحصیل دارند در مکتب‌های موسیقی، در کنسرواتوری و دانشگاه‌های صنعت می توانند که همین گونه نام خود را ماندگار کنند مثل استادانشان. و چون بسیار خوب شرح داده درباره تفاوت مقام اسفره، بیاید باز یک سرود را، باز یک اثر را منظور بیننده گردانیم. یک سرود امروز که در اسفره بسیار معمول است و تمام مردم اسفره می دانند که این سرود خلقی اسفره هست که سرود امروز شعر از کریم دیوانه. من فکر میکنم که این از همون استادانی که نامبر کردم از همون استادان هست. باز باید جستجو کرد تا که این سرود رو کدام استاد ایجاد نموده باشند پیدا کنیم. بله. خب مرحمت. برانگیزه فرانم می رسد بادی صبا امروز، برانگیزه فرانم می رسد بادی صبا امروز، به من امری محال نیستی دنی خویشو تبار امروز، به من امری محال نیستی دنی خویشو تبار امروز.
به حسنش آرزومندم اگر آید به نزدی من. به حسنش آرزومندم اگر آید به نزدی من. کنم خود را فدای قامتی نازک بدن امروز. کنم خود را فدای قامتی نازک بدن امروز. به مثل او ندیدم هیچ کسی را خوش لقای دوست. به مثل او ندیدم هیچ کسی را خوش لقای دوست. کنم خود را قلندر از پسی آن دل ربا امروز. کنم خود را قلندر از پسی آن دل ربا امروز. کمان ابرو صدف دندان رخش با مثل گل خندان. کمان ابرو صدف دندان رخش با مثل گل خندان. مرا کردی تو سرگردان در این ملکی حصار امروز. مرا کردی تو سرگردان در این ملکی حصار امروز. یارب سلامت باشید. سپاس. تشکر زیاد. خیلی ما میدانیم در سوق زمین بیشتر با استفاده از اسباب موسیقی تنبور و دایره شش مقام اجرا میکنند و در منطقه های حصار و سمرقند باشد با استفاده از دوتار پرده. ولی امروز برای اجرا کردن اثرهای مقام اسفره شما هم از تنبور و هم از دوتار پرده استفاده کرده اید. بله و استادانی که من ثبت های آنها را دارم، در آن ثبت خودی استاد ابراهیم جان نورمتوف با تنبور و استاد میرزا قربان سالیف با غیجک و استاد مراد جان یولبرسوف که با دایره هم‌آوازی میکردند. اصلا باید همین سرود هایی که کلاسیکی و اون من شش مقام سرا باید حتما با تنبور سر آید. بله. و من فکر میکنم که با تنبور باز هم شیرین‌تر و گواراتر می شود. و سرودی که امروز را سراییدم، هر وقتی که استاد میرزا ترسونزاده به اسفره می رفتند، حتما استاد میرزا قربان سالیف و هنرمندان اسفره را دعوت می نمودند و در آنجا شام مقام برگزار می نمودند. در یک روزنامه استاد دکتر علم‌های صنعت شناسی اصل‌الدین نظاموف در کدام مجله باشد در خاطرم نیست، گفتند که صحبت دو میرزا استاد یعنی غیجک می نواختند. آنها از شنیدن این نوازش استاد بسیار در حیرت می ماندند. و ما گفتم می توانیم که در برابر اسباب موسیقی تنبور، دایره، دوتار، اینچنین غیجک نیست در اجرای مقام اسفره خیلی فعال است. استاد میرزا قربان سالیف یگانه تشکیل کننده ای که انسامبل شش مقام اسفره را یعنی تشکیل نمودند و خودی با راهبری آن کس، با زحمت و تلاش های آن کس، شش مقام اسفره، انسامبل شش مقام اسفره امروز فعالیت دارد و نام همون انسامبل را با استاد گذاشتند. همه هنرمندانی که در اسفره بودند همه آنها را جمع نمودند و در کاخ فرهنگ شهر اسفره یک انسامبل
با نفوذ تشکیل نمودند با برابری که انسامبل کمیته تلویزیون و رادیو اون وقت که به فکرم خانه رادیو میگفتند انسامبل ششمقام وجود داشت. بسیار استادان فضل‌الدین شهابوف، شاهنظر صاحبوف، برنا ایساقو و بای محمد نیازوف استادان کار میکردند. در اسفره باشد همه آن هنرمندان مشق و تمرین می نمودند، می آمدند در خانه رادیو ثبت می نمودند. زیاده از 150 اثر ثبت نمودند، هم نوازش، هم سرود در جمع و یک کسرایی. من از همین ثبت های امروز استفاده برده ایستادم. ببینید چی کارهایی کردند. همون مکتبی مقام، همون ثبت هایی که نمودند احیا نموده ایستادیم. من سال پیش دوگاه های اسفره را به شاگردان تیار نموده یک کنسرت صنفی خود را گذراندم که این فکر میکنم که نوگانی بود برای آموزگاران کنسرواتوار، یک سبک نو بود، یک مکتب نو بود. بسیار اثرهایی هست که حالی ما ناآموخته هستیم، آن در ثبت است و من کوشش نموده ایستادم که این ثبت ها را آموزم. یک برنامه دیگر مخصوص نوازش و سرودهای اسفره را برای شنوندگان و تماشابینان پیشنهاد نموده باشم. یک غیجک نواز ممتاز ما مراجان قاسموف هستند که امروز مکتب غیجک نوازی استاد میرزا قربان سالیف را دوام داده ایستادند و یک نفر دیگر حاجی بایف عبدالوهاب هستند که اون کس در ولایت سوخت هستند. همین نوازش استاد میرزا قربان سالیف را علاقه آموختند و این مکتب را علاقه به نسل نورس آموزانده ایستادند. من باوری دارم که روزهای نزدیک مراجان قاسموف یعنی تیار می شوند. ما در یک جایگی یک برنامه مکتب مقامخانه اسفره و مکتب نوازش استاد میرزا قربان سالیف رو آماده نموده ایستادیم. کوشش میکنیم که روزهای نزدیک آماده نموده باشیم. ای کاش. و میدونید ظاهر شاه محض همون اقدام پیشه گرفته همون سالینه، همون دورینه استاد میرزا قربان سالیف بود که دوباره گویم شش مقام احیا گردید، مقام احیا گردید در همون دور در دل مردم اسفره و همین محبت پابرجا مانده است از همان زمان و شما نیز یکی از نفرانی هستید که برخوردار از این مکتب. بله و من افتخار میکنم که از شاگردای همین استادان من امروز سبق آموختم. این خوشبختی ما هست که همین مکتب استاد شاگرد است و رو پر رو میشینید به طرز شفایی. در دیگر دولت‌های اروپایی یعنی با نوت میمانند از همون نوت، لیکن ما به طرز شفایی یعنی از دهان به دهان همون چخیلی که ناله میکنن همون را میآموزونیم. یعنی در اینجا در برابری سبق اینچنین حس نیست، بله، هست. بله. احساس هست. بله، همون احساس و همون نالش و همون پرده، آن ناله که برای خود زیبنده باشد فکر میکنم همون شنونده رو به خود جلب میکنه. خب در ادامه باز کدام سرود بازخوانی میشه؟ دوگاهی سه غزل از قصاب برای شنوندگان و تماشابینان پیشنهاد می‌نماییم. مرحمت. کی شود مفهومی هر بیگانه شرعی حال من، کی شود مفهومی هر بیگانه شرعی حال من، دیگری جز دوست آگه نیست از احوال من، دیگری جز دوست آگه نیست از احوال من. مرغی تصویرم مرا در دل غمی پرواز
چرا رنجیده ای روزی اول بسته بر موی مصور بالی من روزی اول بسته بر موی مصور بالی من تا غمی هجری تو شب های جدایی رازی دل تا غمی هجری تو شب های جدایی رازی دل میکند اظهار بی ایما زبانی لالی من میکند اظهار بی ایما زبانی لالی من انتظاری مقدمش قصاب در راهی طلب از من چرا رنجیده ای من شدم پامالی سر رو صبر شد پامالی من من شدم پامالی سر رو صبر شد پامالی من سلامت باشید. سپاس. واقعا یک سرود فورم، یک سرود بسیار گوشنواز بود. تشکر برایتان. و در برابر آن که در بالا یک چند فرقیت ها را قید کردید درباره مقام اسفره و ما گفته میتوانیم که اینچنین هنگام اجرا سخن ها بسیار خوب تلفظ کرده می شوند. کلمه ها استوار می باشد، خواه در وقت اوج و یا خواه وقتی که آواز پایان می رود. گفتید و برای ما استادان ما چنین سبق آموزاندند و میگویند گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. وقتی که سرود را می سرایید باید اول خودتان احساس نمایید و شما چی گفته ایستادید و به شنونده چی گفتنی هستید، چی گفتنی هستید، چی گفتن میخواهید. سخن رو باید درجه اول باید ماند. بسیارتر من میخواهم که همین سخن با درد باید تلحن باشد. وقتی که سخن رو احساس میکنید و از دل با همون ناله یک شیرین میبراید، حتما همین سخن، همین ناله به دل شنونده، به همون دل تماشابین میرسد. من فکر میکنم و من هر سرودی که میتیم اول از دانشجو طلب میکنم که شعر رو برو بیس آهنگ تلفظ نماید و همون چی گفته ایستاده است باید خود فهمد. بعد وقتی که شعر رو از یاد نمود پر نمود، ما به آهنگ و به سرود آموزاندن شروع میکنیم و این یک متدی که یعنی فکر میکنم که درست هم هست. با همین واسطه ما میتوانیم سرودهایی که میسراییم شعرش پرمضمون باشد و شعر رو به مردم رسانده توانیم. بله درست است. و اگر ما به علمی شش مقام نظر اندازیم، چون بحر بیکرانه است، در بین اثرها هست آهنگهایی که شعر نمیطلبد، متن نمیطلبد، میگن همین خیلی مکمل است، همین خیلی تاثیر میگذارد. و این را ببینید که اگر همون متن، اگر همون شعر که
همش عرفانی هستند در بله. شش مقام خوب تلفظ کرده شود تاثیرش باز بیشتر بله، میگردد. بله. بعضی همین سرودهایی که شعرهاست باز آهنگ بسیار یکجا آمدند. آهنگ هم خود درد احساس کرده شد از شعرم. یعنی میگوید که من شدم پامال صبر و صبر شد پامال من. یعنی ببینید آهنگ هم همون درد را گفته شده است، همین شاعر هم همون درد خود را گفته شده است. این بزرگی استادان است که همین مکتب مقام رو پورا مکمل آموختند و همین موسیقی را احساس نمودند. باید پیش از آهنگ را ایجاد نمودند باید ما احساس کنیم که همین شعر چی گفتنی هست. با همون شعر باید آهنگ بندیم. ما از همین استادان سبق آموختیم، پیش از سرود آموختن ما درس ادب آموختیم و این هم بسیار برای ما بسیار فایده آورد و من دانستم که عزت و احترام کلانسال، عزت و احترام پدر مادر، عزت و احترام استاد، عزت و احترام عالم و عزت و احترامی که از من یک روز کلان است، یک ماه کلان است، باید عزت و احترام باید کرد. بله درست است و اگر گویم بزرگی است کاری نشان داده گذشتگان صنعت را که اینقدر شعرهای خوب آفریدند، اینقدر آهنگها را جور کردند. پس اگر نسل حاضر هنرمندان جوان خصوصا همون سرود را به همین طریق رسانیده توانند به شنوندگان خود، پس در ردیف همین استادان، در قطار همین استادان به وای رسیده ایستادند. در اینجا دل پر است. بله، همون کسی که شش مقام میخواند من بسیار مشاهده کردم آدابی بلند دارد. شش مقام خودش تربیت میکند آدم. شش مقام بر روی راست تربیت میکند، به وطن دوستی تربیت میکند. شش مقام کسی که میسرد پیش از شش مقام خودش همین شش مقام را سراییدن گیرد، برای راست هدایت می شود و خودش عزت و احترام همش پیدا می شود. سپاس باری دیگر خوش آمدید میگیم. سلامت باشید. دوستان عزیز، اینجا صحبت خوبی داشتیم و سرودهای بسیار فارم را منظور ما گردانیدن معلم کلان کنسرواتوری ملی تاجیکستان، همچنین هنرمند انسامبل شش مقام فیلارمونیای دولتی ظاهرشاه حیدرов با همراهی بختیار شریف. خوش آمدید میگیم. باری دیگر شامتان بخیر باشد. تشکر. اینجا باشد باز هم با ترنم یک سرود دیگر برایتان خیر میگوییم. شامی با فراغت را تمنا میکنیم عزیزان. مرحمت. بکندر چشمی گریانی من است، گشت پیدا از جراحت های پنهانی من است. این همه خون و بکندر چشم گریانی من است، گشت پیدا از جراحت های پنهانی من است. قاصد جانان که آید بهر قتل دیگری، قاصد جانان مگو کو قاصد جانی من است. قاصد جانان که آید بهر قتل دیگری، قاصد جانان مگو کو قاصد جانی من است.
خواب دیدم دوشکیان میگه زمینک هنوز در لبش مانده نشانی زخمی دندانی من است. خواب دیدم دوشکیان میگه زمینک هنوز در لبش مانده نشانی زخمی دندانی من است. میشم خاکی رهشین باد گردی من بود کین شبان خوب خواهی بر مست مهمانی من است. از جگر جامی کباب آورزی خون